از حضار محترم میخوام اجازه بدید که سخنران محترم بعدی رو از زبان و خاطرات خود ایرج افشار به شما معرفی کنم. فرزند حسام الدین، پزشک غدد، تعلق خاطر خاصی به موضوع اساطیر و مخصوصاً به تفکر زروانیسم دارد. در داستان نویسی و طنزآرایی قوی دست است. از دوستان یکدل در گردش‌های کوه بود و هست. سفرهای دلپذیری هم در بیابان‌های ایران با هم کردیم. ذوق لطیف و شاعرانه اش به مصاحب هر که باشد رمقی میبخشد. بینش عالمانه اش در پزشکی آرام بخش جان و روان است. با افتخار میخوام دعوت کنم از آقای دکتر هوشنگ دولت‌آبادی برای ایراد سخن. دوستان مکرم، بسیار خوشبختم که در خدمت شما در جلسه شرکت میکنم که برای یادبود ایرج افشار برقرار شده و مطمئنم که اگه خود او هم حضور داشت از اینکه عده‌ای از صاحبان اندیشه گرد آمدن برای اینکه راجع به عشق به وطن، عشق به ایران صحبت بکنن بسیار خوشنود میشه. اما قبل از اینکه من وارد اصل صحبتم بشم اجازه میخوام راجع به معرفی که دوست بسیار عزیزم فرمودن یک توضیح عرض کنم. بعد از این که ایرج افشار این جمله ها رو راجع به من نوشت، تصمیم گرفت اسم کتابش رو بذاره این دفتر بی‌معنی. یعنی در حقیقت این باعث شد که این اسم به وجود بیاد. حالا درست یا غلط به هر حالت اعتقاد من اینه. من اجازه میخوام که موضوع صحبت رو به نحوی تغییر بدم، به این ترتیب که عرض کنم حضورتون که جمله‌ای که برای بحث در این محفل انتخاب شده مثل بسیاری از جمله‌های فارسی دو معنی به کلی متضاد. یعنی هم میشه اینو استنباط کرد به عنوان یک عرض که ایران رو دوست داریم و بگوییم چرا دوست داریم. هم میشه از ابتدا کلمه چرا رو در متن قرار داد و گفت ایران چه دارد که ما دوستش داشته باشیم، ما چرا باید ایران دوست داشته باشیم. قسمت اول سوال جوابش خیلی آسونه، برای اینکه ما ایران رو دوست داریم، برای اینکه ایران وطن ماست و وطن ما به طوری که در لحظات دیگر من عرض خواهم کرد محدوده ماست و جز اون چیزی نمیشناسیم که جای اون بذاریم و دوستش داشته باشیم. اما قسمت دوم کار که من با اون بیشتر خواهم پرداخت یک ضرورت در حال حاضر، برای اینکه مملکت ما در حقیقت در حال از دست رفتن. خیلی از مردم هستن که این مسئله براشون کاملا به طور جدی مطرحه که ایران چه داره که باید دوستش داشت و آیا ما اگر جلای وطن بکنیم و به جای دیگه بریم گناهی کردیم، به این مملکت پشت کردیم. باید اینا رو راجبش بحث کرد و براش چاره اندیشی کرد. خیلی مهمه که در این مورد ما سکوت نکنیم. اما در مورد قضیه اول، خب همه حضاری که اینجا تشریف دارن مثل خود من عاشق ایران هستیم، بنابراین لازم نیست که ما راجع به عشق به ایران صحبت کنیم با هم. باید این نکته رو بهش توجه داشته باشیم که ما باید قضیه رو وسیع‌تر از عشق به ایران ببینیم. ما عشق به ایران داریم برای اینکه وطنمون ایرانه، اما هر کسی عشق به وطن داره ولو اینکه در کشورهای دیگه باشه و کارهای دیگه انجام بده. من سعی میکنم که این دو تا مطلب رو که به ظاهر متضادن از دیدگاه سنت‌های انسانی و رفتارشناسی انسانی تشریح کنم و به نتیجه برسم که امیدوارم فاصله بین این دو معنی عنوان این همایش رو لااقل کم میکنه.
انسان یک موجود محدوده است، در رأس موجودات محدوده‌ایه و تنها رقیبش موش‌های صحرایی هستن. از نظر خشونت نسبت به همجنس و ابراز خشونت برای محدوده، انسان فقط با موش‌های دریایی همراه، با موش‌های صحرایی قابل مقایسه است. البته این آمار مال 50 سال پیشه، وقتی که علم رفتارشناسی کار خودش شروع کرده بود. مسلماً اگه حالا دوباره بررسی کنن، ما یک پوزش بسیار شدیدی به موش‌های صحرایی بدهکاریم، برای اینکه انسان‌ها به مراتب از هر چی که تصور بشه خشن‌ترن و نسبت به اقوام دیگه، اقوامی که همجنس خودشون هستن، هم نوع خودشون هستن، هیچ گونه رحم و عاطفه نشون نمیدن. اما مشکل ایران و مشکل انسان در مورد محدوده‌ای بودنش فقط به این ختم نمیشه که شرایط محدوده‌ای بودن ایجاد مشکل میکنه و ایجاد محدودیت میکنه. مشکل انسان برخلاف حیوانات محدوده‌ای دیگر اینه که به همکاری و همزیستی با هم نوعانش احتیاج داره. یعنی ما در این حال که نسبت به هم نوعانمون هیچ احساس خوشی نداریم و خوشبینی نداریم، به علت گسترش زندگی مجبوریم که به ترتیبی با همسایگانمون، با همشهریامون بسازیم و برای خودمون یک نوع پیوندهای عاطفی دیگری دست و پا کنیم که علاوه بر هم نوع بودن و علاوه بر محدوده بودن به ما اجازه همزیستی بده. این محدوده ها به تدریج در طی زمان اضافه شدن. اصولا ما باید قبول کنیم که غریزه یک حکم آسمانی که از ازل تا ابد باشه نیست. غریزه عبارت است از یک رفتاری که برای حفظ حیات اونقدر اهمیت داره که انجامش به عهده تصمیم شخصی گذاشته نشه. یعنی انجامش از تصمیم ما بیرونه، خود به خود انجامش. این حالت غریزه که در طی زمان ممکنه که افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه، در مورد انسان هم کاملا در حال تغییره، به هیچ ترتیبی یک سال و یک نواخت نیست. ما تجربیات زیادی داریم که مردم به محدوده زندگی خودشون علاقه‌مند. مثلا فرض بفرمایید که در قرن 17 و 18 هلندی ها و آلمانی هایی که رفتن به امریکا، اسم شهرهایی که برای سکونت خودشون ساختن اسم همون شهرهایی گذاشتن که در آلمان و هلند داشت. رودخانه ها رو اسم همون رودخانه های گذاشتن که در اونجا زندگی میکردن. کوه ها رو به همین ترتیب. ما احتیاج داریم به اینکه در یک محدوده آشنایی زندگی کنیم و در این محدوده آشنا احساس ایمنی بکنیم. بنابراین اگر ما یک محدودیتی داشته باشیم که این شرایط درش جمع باشه، دوست داشتنش اصلا کار مشکلی نیست، دوست نداشتنش مشکلی. و اما قسمت دوم عرایض من یک مسئله که خیلی سابقه طولانی‌تر و عمیق‌تری داره و اونه که در این مملکت یه عده‌ای از خودشون میپرسن که ما چه داریم از ایران که از ایران بایستی که دفاع کنیم و ایران رو دوست داشته باشیم، نسبت به ایران تعلق و خاطر داشته باشیم، حاضر باشیم برای ایران بجنگیم و برای ایران در صورت لزوم جان خودمون رو فدا بکنیم. سابقه این کار بسیار طولانی. اولین مهاجر ما همونطور که همه میدونین کسی جز سیاوش نیست. شاهنامه که تاریخ شاهانه ایرانه، با وجودی که هیچ گونه رابطه‌ای بین سیاوش و شاهی نیست، یعنی سیاوش شاه نشده، 5% یعنی 2350 بیتش مستقیما مربوط به سیاوش و مربوط به هجرت سیاوش و اون چی که بر سرش اومد. 28% شاهنامه یعنی چیزی 14,000 بیت شرح زندگی کیخسروه که کیخسرو تمام زندگیش مربوط به جنگ ها و خونخواهی هایی است که در مورد سیاوش. علت این چیه؟ ما باید در نظر داشته باشیم که بیرونی که رد کردن حرفهاش بسیار مشکله و علت
دقتی که در حرفاش همیشه داشته، با صراحت گفته که در سال 930 بعد از اسکندر در خوارزم که موطن خود بیرونی هم بوده، که سیاوش آمد و پادشاهی کرد. بعد از اون که خسرو 60 سال پادشاهی کرد و بعد از اون اینا سلسله خوارزمشاهیان و بنیان گذاشتن. داره همه رو شما میتونید در آثار الباقیه ببینید. بنابراین امکان زیادی داره که اصلا کل ماجرای سیاوش و کیخسرو فقط خواسته ایرانیا باشه برای اینکه مسئله مهاجرت رو جلوه بدن. خیلی مسئله مهمی. 1000 سال 1200 سال مردم ایران برای خون ریختن سیاوش گریستند و زاری کردند. چرا؟ برای اینکه یک انگیزه در درون ایرانیا بوده برای اینکه از ایران فرار کنن به اعتقاد من. و سنت ایرانی با این انگیزه مخالفت کرده، همیشه مخالفت. ما مهاجرین خیلی زیادی داریم که ذکرشون در تاریخ هست. گشتاس برای مخالفت با پدرش رفت به روم و در اونجا به بدبختی مطلق افتاد، به طوری که بالاخره یک ایرانی نژادی اون از زندگی مفلوکش بیرون کشید و بهش سر و سامان. در دوره در سعدی که خب مرد فوق‌العاده محکمی بوده، در اون شعری که شما حتما به خاطر دارین راجع به جلای وطن صحبت میکنه و میگه که دلیل نداره که چون در اینجا زاده شدیم در اینجا به زاری زندگی کنیم. در بیت بعدی همین شعر میگه که من در ماه آینده ممکنه در بغداد ببینیم. حالا خوشبختانه این تهدیدش عملی نکرد، اگر نه ما حالا مجبور بودیم که راجبه یکی دیگه از مفاخرمون هم با کشورهای همسایه‌مون در بیافتیم، چنانکه راجبه مولوی و این گرفتاری دچار است. اما حافظ که ظاهراً یک مرد صلحجوی گوشه‌نشینی در شیراز بوده، به همین ترتیب صحبت میکنه و گله میکنه و میگه که باید از این برته گریخت، باید از این جایی که ما هستیم گریخت. این شعر به خصوص به انتخاب کلمه برته که عبارت است از اینکه یک جای هولناکی است خیلی معنی داره. یعنی حافظ هم میخواسته که از این برته بگریزیم. میگه که ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش، باید برون کشید از این برته رفت. باز دو مرتبه در تاریخ همین مهاجرت ها ما مهاجرت متفکران و فلاسفه ایران رو داریم به هند در زمان صفویه که در محدوده خودشون دیگه جای نمیافتن. صفویه هیچ کدومشون علاقه به شعر و فلسفه نداشتن و همین دلیل واقعا اون چیزی که باید فلاسفه رو زنده نگه می‌داشت یا شاعرها رو زنده نگه می‌داشت به دستشون نمیرسید. و اما از همه اینا گذشته من میخوام اینا رو اضافه کنم که مبادا که شما سعدی رو به این خاطر اینکه میخواسته بره بغداد محکوم بکنین به 20 سلیقگی، برای اینکه اون وقت نه استرالیا کشف شده بود نه کانادا نه امریکا، اگر نه به احتمال خیلی زیاد سعدی میگفت که من ماه دیگه در کالیفرنیا خواهیم بود. حالا تمام اینا هست مسائلی که نمیشه منکرش شد. ببینیم که چیکار باید کرد برای اینکه روحیه از ایران بره بیرون. چون به نظر من الان مسئله ایران از حدود احساسات یه عده‌ای به کلی بیرون رفته. ما که در اینجا جمع شدیم هممون علاقمند عاشق ایران هستیم، اما از اون که در خارج از محیط ما بگذره نباید بیخبر و بی‌اعتنا بمونیم، باید حتما توجهی داشته باشیم بهش. اون چه که در ایران اتفاق افتاده یکی از عوارض اینه که در محدوده که کلش وطن ما رو تشکیل میده، بعضی از محدودیت ها با حرف زدن مردم با هم مخالف. یعنی اینکه ما ایرانی‌ها در ضمن یکی از محدودیت‌هایی که داریم، محدودیت فکریمون، به هیچ ترتیبی اجازه مخالفت به دیگران نمیدیم. مخالف من یعنی دشمن خونی من و مردم ایران به هیچ ترتیبی نمیتونن با هم صحبت کنن.
جواب صحبت مخالف در ایران یا خشونت یا سرکوب و هیچ کدوم از این دوتا خشونت و هیچ کدوم از این دوتا مخالفت رو از بین نمیبرن و علاج نمیکنن. یک داستان خیلی جالبی، قسمتی از کتابی که سولجانیتسین راجع به حلقه 5 نوشته. یک پروفسوری بوده که این پروفسور صداشناس بوده، متخصص صدا بوده و به علت مخالفت مجبورش کرده بودن که بره و در سیبری زندگی کنه. موجبی پیش میاد که میخواد بفهمن که در یک مکالمه تلفنی از کجا و صحبت از کجا شروع شد. اینو میارن به همراه عده دیگه ای و بسیار تجلیل میکنن و میدونستن که این پنیر سوئیسی دوست داره و شراب فرانسوی، از هر جهت برای شراب فرانسوی و پنیر سوئیسی میارن، ولی این هیچ کار نمیکنه. بالاخره بعد از یه مدت اون سرلشکری که در این زمینه میخواست که اداره بکنه احضارش میکنه و میگه که اگر تو نخواهی که دوباره برگردی به سیبری باید یک کار بر ما بکن. این میگه که جنرال من بهت نصیحت میکنم، اگر میخوای تحکمت رو مردم قبول کنند یه چیزی براشون باقی بذار که با خاطر حفظ اون حاضر باشن تحکم رو قبول. ما هم به نظر من خیلی خوبه که در دنباله همین بحث امروز به این فکر باشیم که یک گفتگوی عمومی ایجاد بکنیم، یک گفتگوی عمومی برای اینکه مردم بتونن حرف خودشون رو بزنن. اونهایی که فکر میکنن که در ایران دیگه چیزی ندارن که باعث بشه که دوستش داشته باشن صحبت بکنن، حرف خودشون رو بزنن و در این حال به یک جایی برسیم که این مملکت از این بعض بیسامان کنونی که معلوم نیست که آخرش به کجا خواهد انجامید نجات پیدا کنیم. من از این فرصتی که به من داده بودن عوض این که به بحث راجع به تاریخ ایران یا گوشه و کنار ایران بپردازم گذشتم و چون این قضیه دیگر رو خیلی مهم میدونستم از اون بابت در حقیقت به حضور شما پناه آوردم که یه فکری به حال آینده کسایی که با دوست داشتن ایران مخالفن یا برای دوست داشتن ایران موجبی نمیبینن بکن.